Jabal Nur اومدیم. Jabal Nur جایی که قرآن نازل شده. این بچه‌های قزاقستان откуда؟ قزاقستان دای قزاق. این ما در بالای شهری مکه یا مکه مکرمه نشون با میگم که خوش به حال همون انسانی که تربیت تاجیکی داره تربیت اخلاقی خوب داره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران. از ما سفر به کوی رحمت داریم، کوی نور، جبل نور انشاءالله سفر داریم. Jabal Nur اومدیم. Jabal Nur جایی که قرآن نازل شده. خود انشاءالله با امر رسول الله بزرگ با شما نشون میدیم که قرآن خود همجا نازل شده. همون بالا رفتیم. این بچه‌ها حاجی‌ها برآمده هستند. حاجی‌ها. انا بچه‌ها ما اینا برآمده هستیم برای آدمای کلوساله خوبش نیان به حد قینه برمادنش. خیلی بچه ها یوشه در همون خونه خدا نماز بخونن و خوبه. چه مایی قعضا برمادن برای آدمای کلوساله نمیشوه. اینا از زنکور هم برماده هستن. اینا برادر ما برماده هستن. اینجا اینا کفترکو اینا کفترکو بوده. بری کفتر بوده اینجا. بیا رفتیم. سحر مکه کوی جبل. اینا برادر اینجا همه میاد برآمده است. کوی نور جبل نور اینجا همین یعنی غجیاتی به خلاشکا میپرتویان لکه نور. این مردمی پاکستان و بنگلادش و هندوستان همیاده. اینا برادرها پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که مکه مکرمه ظلم و ستم گمراهی که دید ترک اونجا کرد. هر روز خیلی کرده همیشه می‌اومدن جبل نور ماه رمضان در روزا میگیرید در همینجا. اینی مرده کردی کوره برآمده است. خوبش خیلی هر کس خودش میدونه. این بچه‌های قزاقستان откуда؟ قزاقستان دای قزاقستان какой город؟ شیمکن بدستان یو بچه‌ها شیمکن تا این اینجا جبل نور اومده استن. ماشاءالله ماشاءالله. پاشلی اینا با دوره دیگه یافتم. اینا برادرها انشالله میبرویم جبل نور. اینه کفترکای جبل نور. به حد کفتر بسیاره. به حد کفتر بسیاره. اینه اپام حاجیو ای بنگلادش ایندیا ای ایندیا ده. اینه ای هندوستان به دستان حاجیو. ماشاءالله ماشاءالله. اینه برادرای هندوستان. اینا خریب اومدیم انشاءالله که میرسیم. این ما در بالای شهری مکه یا مکه مکرمه نشون میده شهره. اینا اون اونجا مسجد الحرامه. اینجا شهر حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم همون جا می اومده. همین اومده همین بالای هم که میرفته. همون کافی رو با جا میشیده. این ایسه نه شهر همین شهر مکه. اون ایسه مقصد اینا ده ها بدن چی ها بدن همه شهر شدگی های. اینه میخه اینا ایسه نشونته. اینا همین مکه خودش اینو خیلی بده. اونو خیلی تپا اونا همه تپا که هم خیلی بده.
باز مقصد زدستن داشت که همه شوخ که های همه خیلیس جای سنگواره ها نوز شهر نشوبتش که شهر کالونه و ما سحری روز خطی اومدگیم سحری روز خطی اومدگیم کانتا سالقینه خوش به حال اون کسانی که همه جمعیان مقصد از جای مقدس از جای گشت رسول الله صلی الله علیه و سلام دیدن میکنن رفتیم بالا میریم بالا انشاءالله حاضر میریم همون غوره نشان میتیم رفتیم انا میجاش به حد جای دلکشادی هم خیلی جای راحت هایده مثلا ساعت 6:46 ما اومدگیم سحر قطعی سالقینه مثلا وقتی گرم میشوه با سحری روز بیو خوبه تیز میبروی وقتی که گرم شید اینجا عذاب میکشی مثلا زورد میویا برای بعد نماز بامداد میخیزی میوی تا پیشینه که با پیشینه در مسجد حرم بریم بخونیم اینا بیا این سشا بیا نشومتی بیا برادر اینا چه جای مقدس جای زیبا جای خوشرو باز هم میگم خوش به حال آن جوانانی که دیاشی شومیان خیلی جای مقدس جای گشتی رسول الله محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم میبینن راحت میکنن لذت میبرن اینا نگاه که چه جای خوشرو بوسنا را نشون بده بالای شهر مکه را نشون بده انوخه رفتیم حاجی رفتیم حاجی جان رفتیم اینا برادرو یک حاجی یک برادر گفتیم کانتر بگلی بولماده کالکودران شده اینا بفره شدگی ات کدا برا قزاقستان بوده اینا می حاجی اینا می جا بریم کانکان یوردمش کنیم چی بوده افیرون کسل کانتر مزش گرفته شیمکند ات کدا شیمکند اینا شیمکند قزاقستان نشان بده ایشا دهیم بولو دا قب کردیم حاجی ها ماشالله حاجی ماشالله سلام علیکم حاجی اینا برادر ها خطی نمیخه خرساندی که انشاءالله میریم بولو ترکو اینا حاجی ها بیچه رفته سر کم ترک کالکودران بوده حاجی چه سو میگونده برادر ها خوش به حال همون انسانایی که تربیت تاجیکی دارن مقصد همه حاجی خود میان به هر حاجی با تربیت که این نور توخی جا باید غیجی نکنی میخرن غیجی میکنن اینا یاشو خیلی آدم هایی که اومدگی خود چون میفهمن اینا برادرها ما قریب اینا رسیدیم انشاءالله بازی نصیب کوشا میفرویم پوید میفرویم با میگم که خوش به حال همون انسانی که تربیت تاجیکی داره تربیت اخلاقی خوب داره خوش به حالتون اینا نگاه شکر ماشاءالله حاجی سلام علیکم حاجی اکی جو میشه استانه غلطی بفرشیدی نه اکی جو میشه حاجی جون ای قرغانی خوش به حالت حاجی جون خوش به حالت پاکستان اینا اینی برادر قرآن خونده سایجا تلاوت قرآن داره اینا ما رسیدیم ماشاءالله اینا برادر جامعه رسیده اینجا بچه مردم نماز میخونن هرکی نماز یه فرض هم نیست روزداری رسول الله صلی الله علیه و سلم میخونن اونجا من همه جامعه برماده حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم میماده روزا میگرفته همجا ذکر میکرده میرفته جبل نور جایی که اولین بار قرآن نازل شده اینا نگاه غیجی میکنن برادرها به قدم حاجی خانومی التماس غیجی نکنی
انا کوز ما سینی پوی مفرو کامera ما تو میتو انشالله که شما میبینی چی میری. این السلام علیکم. اینا برادرو این خیمی اومده میفرو اومده هم خیمی ها اونا درنی غور این می جای اینا درنی انمو غور اینا ها اونجا مکه اونا همجا می اومده میبول اومده میگفته این دنیا بخچه خدا داره نخوی بود اوضاع و چی خدا باشه حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگفته اینو میخورده لدن همجا اومده اینجا با اوچرد مردمیان میدروه این نمازی ما میرم انشاءالله با رسول الله و شما نشون میتون اونو که میبینه برادر اونو اوجا باز به کامera شاشه اونو اوجا که چیه که بجا شیدگی اونو اوجا این حاجی ها اومدن اینجا آدمایی که کم تحسین سالشو رفتگی تفسیه شونا میتیم اینجا بیان خوبش ده همو مسجد الحرام خانه خدا عبادت کنن همه بهتره. اینا بازی اینجا مایمون داره مایمون رو در اینجا هستن و چوتا مایمونوش نیستن اینی حاجی جورای مو شیمکندی همین جا حاجی سلام علیکم ات کدا کازاکستان شیمکند ماشاءالله ماشاءالله میگن که زبان دانی جهان دانی همین خیلی مدرویم الحمدلله این خیره نیست این خیلی نمیدروی همین خیلی میره بچه های خیلی چه میدروی او خیلی تا میودی افکار بکن این چی میانه اینجا اینجا راه بده انا خیلی میدرو مادن در کور برادران را نشون بده بیا میدروم اینا برادران بسم الله الرحمن الرحیم بیا اینا بزگاری ماشاءالله ماشاءالله اینا ایخه جبل نور غوره که قرآن نازل شدگی های اقرأ بسم الله الرحمن الرحیم حاجیا صبر 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 یا بسم الله اینا برادرو هم خیلی بیا حاجی من افضل همتین هم خیلی راه بده همین خوش به حال انسانه که زبان میدونه همین شاعر بزرگ بیهوده نگفته زبان دانی جهان دانی هر کی زبان میدونه انشالله گمراه نمیشوه که جایی که میروه راهشا میوه اینا برادرو اومدیم اینا بسم الله الرحمن الرحیم اینا اینی می جای همین جای اساسیش اینه این می جای اساسیش اینی می جای اینا برادرو اینی برای شما اینی می قدره دیگه هیچ چی جا نداره اما راه دور مادیم به هم خیمه دور ماده اینا انمی که ها انمی سنگا انمی ها شاهدی رسول الله محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم اینا خارجان گفتن بو چی گفتن یا داری خوش به حالت خارجان کی جا اومدی ها
جانم مادرم فدای محمد صلی الله علیه و سلم. اینقدر جاهای نازنین کردن اومدن در اینجا خانوادگی کردن. ماه رمضان در اینجا سپری کردن. ماه رمضان بود که اولین بار سوره اقرا از جانب جبرائیل امین صورت گفت اقرا بسم ربک الذی خلق. ای محمد بخوان به نام پروردگارت. محمد صلی الله علیه و سلم که خوانده که نمیتونید ما خوانده نمیتونم. باز گفت بخوان باز گفت خوانده نمیتونم. باز گفت بخوان باز گفت خوانده نمیتونم. وقتی که فشارش کرد اچاقش کرد بعدم شروع کرد به خواندن. بسم الله الرحمن الرحیم. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اینجا که است که جبل نور جای نزول قرآن است. جایی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم اینجا را اختیار کردند که نوردنی از ظلم و از ستم و از گمراهی عرب ها، از گمراهی از امکوها، از گمراهی خش تبانهاش اینجا کنارجویی کردند. عبادت پروردگار را در اینجا می‌کردند. اگرچه پیامبر نبودند و پیامبری مخصوص نشده بودند، اینجا می اومدن دعا میکردن. اینجا همون جایگاهی مبارک. این می اچرت گرفتیم در رکعت نماز میخونیم. ان شاء الله در رکعت نماز میخونیم. اینا اینه که ها همه میو شاهیدن. شاهید اینا حاضر ما برادرها ایوس شما نشون میتونم. حاضر این همش به خاطری شما که شما ببینید ندیدی ما همون ترقی نمی سنگو می اومده همه جای اینا آجیا ای ماشاءالله اینا برادرها این اسنایده چه خیلی اینا इसके ऊपर बाद में बैठने की जगह बनेगी. اینا برادران درن نگاه جایی که اینا انا میجا خون اینا میجا میفرست اینا هیچی نه. اینا میقاینا اینا برادران اینجا در کار نماز میخونی میره. اینا اینجا خواه میرفته اینجا نماز میخونده. در اینجا این حاجیه ده خواه میرفته اینجا نماز میخونده. خش به حالتون کلم اینجا می اون اوجا حاجی که برم همون را بگیرم همجا اول غار نور اونو به بخواه مصر را بگیریم به حاجی پدرجی حاجی به حاجی اینا بقا حاجی اینا یا الله در کی نور اینا بین اول همه جا. ای الله بیشموس اینا برادران ده همو گفتی روسا ده همو تاچکایی جبل نوریم ده همو بالا خش به حال همو برادران که ده بالای جمعیان زیارت میکنن جای گشتی پیغمبر الله بزرگه میمده همجا ذکر میکرده که این نور اینا در بالای انمیجا همه خیلی قرآن اومد سوره نازل شد در تمامی کره زمین پخش شد. اینا ما در بالای همون جاده برادران عزیز اینا خاتمه میبخشیم چی مونه سفر به مکه مکرمه زنده و جاوید باشه.
аллоҳи бузург ҳаматан нигаҳбон боша.